گوشیمونم وقتی که رمزشو اشتباه میزنیم، یه بار اشتباه میزنیم هیچی بهمون نمیگه، دوباره اشتباه میزنیم هیچی، دفعه سوم که اشتباه میزنیم میگه برو یه دقیقه دیگه بیا منو ولم کن، شبیه اون آدمه. بعد ولش میکنه، بعد اگه دوباره اشتباه زدی میگه برو 5 دقیقه دیگه بیا، دفعه پنجم میگه برو یه ربع دیگه بیا، برت میگردونم به تنظیمات کارخونه، میزنم زیر همه چی. آدم ها هم همین جوری هن. به آدم ها فرصت بدیم که یه تایم هایی از ما دلگیر باشن، بذارید خودشون با خودشون در مورد ما به صلح برسن. وقتی خودشون با خودشون در مورد ما به صلح رسیدن، با ما به سادگی به صلح میرسن. به خاطر همین علیرغم اینکه ما دوست نداریم کسی که دوستش داریم از دست ما ناراحت باشه، از دست ما دلخور باشه، دلگیر باشه، ولی این فرصت های کوچولو رو بهش میدیم. فقط خدا کمک کنه تو این فرصت کوچولو یه اتفاقای بدی نیفته که شبیه فرصت از دست دادن باشه.